لزول بیا خبر باید آغیل نگارم از سفر باید آغیل تیکی و تو کدن برون دم آزار تیکی و تو کدن برون دم آزار که یارم بی خطر باید آغیل لزول بیا خبر گشت و گذر گیرده دیدگو کنم موس موس کده آتش بودو کنم گشت و گذر گیرده دیدگو کنم موس موس کده آتش بودو کنم چو یارم از سفر باید خانه تمام ناوره میمو کنم لزول بیا خبر باید آغیل لزول بیا خبر باید آغیل سلام دوستای عزیز، امیدواریم خوب خوش سلامت باشین. در کجای کستین وقتشون خوش باشه، جامشون جور باشه. خوش آمدین در امروز نه برنامه از ما دوستا. امروز کست صلوات راییم در خانه یکی از دوستا. او دوست من تانوز یک دیگه خروش نکده دیگه. امروز ما رو دعوت کده میخوایم خانهش برون بلده اولین دفعه دیگه. شاید هم بیشناسین یوتیوب دیره، باز دیگه تاخیر برنامه رو بیننده باشین که ما خانه کدام از دوستا مرون. این یک تکی هم پخته کدام بلدش چون دوا داره دیگه. اولین دفعه هم خانهش مرون قنجقه تکی مرون دیگه با برکت. من پلاستیک بیلم که چون روغن داره. لزول بیا خبر باید آغیل لزول بیا خبر باید آغیل نگارم از سفر باید آغیل تیکی و تو کدن برون دم آزار تیکی و تو کدن برون دم آزار که یارم بی خطر باید آغیل لزول بیا
دوستا دیگه ما هم رسیدیم. باش دیگه بریم داخل. دفعه اول میکندم دیگه پیدا هم تیمون نمیتونم داخل. تو کی اون چجا من پاشور بگیرم زمین؟ نمیشه. بازیگر بازی که؟ نه تاکنیه خیلی شیرین میگه. بانگذاری خیلی. دوستای عزیز دیگه همون در خانه مهبانو جان آمدیم. البته در تازمدو ویدیو گرفته نشد دیگه، مصروفیت بود، سفره وار بود، صلوات ما گفتیم دیگه. خانه مهبانو جان دفعه اول مکیمدم دیگه. واقعا خیلی خوشحال شدم از دعوت. خیلی زیاد تشکر دیگه. خیلی غذاهای خوشمزه پخته کرد، دست در نکنه، خیلی زحمت کشیده. خدا دعایتون قبول کنه انشالله. تشکر عزیزم، خیلی خوش آمدی دیگه، صفا آوردی. واقعا ما هم زیاد خوشحال شدیم که آمدی امروز تشکر دیگه. تشکر از تو دعوت کردی. خواهش می‌کنم، خیلی قدمایت روی دو چشما دیگه. دوستای عزیز، دوستای فریده جان، ما هم سلام خوره تقدیم شما عزیزامونم. امیدوارم که خوب باشین دیگه. عزیزان دل، فریده جان امروز روز اولشه که خانه از ما آمده. بسیار خوشحال شدم واقعا. از راه دور، راهش چون دور است آمدک، با اینکه امروز بارانی، هوا یخ هم است. واقعا زیاد خوشحال شدم. خدا کنه ولدش خوش درش نشد دیگه. خیلی از خاطر که دعا بود دیگه. دفعه اول ما خانهش هم دادیم، واقعا خیلی خوب بود. واقعا خوشیم دیگه که همچین رفیق سر رایم شد. واقعا زیاد تشکر. انشالله از این به بعد یک رفیق خوب و صمیمی عظیم باشه انشالله. انشالله دیگه. واقعا خیلی خیلی خوش آمدی و زیاد تشکر از این که زیباییت که آوردی، چقدر خوب شجور که دادی دیگه. دوستای عزیز در سلامت باشه دیگه. دوستای عزیز در پهلوی از مو راضیه خالم است که هم میخوای خود شما عزیزا کوتاه صحبت کنه در ویدیوی فریده جان. سلام دوستای فریده جان عزیز، امیدوارم که حال کلگیتون خوب باشه. ما من دفعه اول است که فریده جان امروز دیدم، ولی واقعا یک تکی خیلی مزه‌دار و خوب با سلیقه جور کرده بود، ولی واقعا خوشمزه بود. خیلی خوب شد و با اینکه برخورد اول ما بود با فریده جان، خیلی از برخورد و رفتارش اینا خوشم آمد و خوشحالم که باش همراهش آشنا شدم. اینا انشالله که بیشتر عزیز و زود هم دیگه رو ببینیم کلگی ما و همیشه در کارهای خود موفق و پیروز سربلند باشه. تشکر، سلامت باشه. تشکر خانه جان دیگه. دوستای عزیز، ما هم زیاد خوشحالیم که یک دوست مثل فریده جان دارم و امیدوارم و خیلی کوشش می‌کنم که برای فریده جان یک دوست خوب باشم، دوستی به تمام معنا واقعی، با صداقت، راستی و همونطور حمایت و همیشه که برایش وقت داشته باشم. فریده جان هم برای از من دیگه در پهلوی هم دیگه و همیشه حمایتگر هم دیگر خوب باشیم انشالله دیگه. دوستا مهبانو جان کس خودش هم چینل داره دیگه، بازم نام چینل چرا بلدیش نوشتنم دیگه. حمایت کن، خیلی ویدیوهای عالی جور منه از کارهای روزمره خوب که حمایت کنیم. آره دوستا، خوشحال میشم دیگه ما رو هم حمایت کنین، چون که شما فریده جان رو خیلی دوست دارین، ویدیوهایش رو همیشه میبینم، حمایت کنین. واقعا با اینکه همین چند وقتی خیلی کم میشه که یوتیوب جور کرده، ولی خوب حمایت میشه دیگه. همراه از مو باشین، بعد از این ویدیوهای با همین جور منیم انشالله. انشالله دیگه. تشکر دوستا تا این لحظه همراه ما بودین دیگه. ای بود امروز نه برنامه ما، تا برنامه بعد دیر دیگه. خداحافظ. خداحافظ دوستای عزیز.